در ویدیو امروز میخوایم به موضوع جذابیت بپردازیم و رازهایی رو بررسی کنیم که باعث میشن در هر جمعی مورد توجه و تحسین قرار بگیرید. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشه که چرا بعضی از افراد به راحتی دوستان جدید پیدا میکنند و ارتباطات محکمی برقرار میکنند، در حالی که بعضی دیگر برای تاثیرگذاری تلاش میکنند. در این ویدیو ما به ویژگی‌ها و رفتارهایی خواهیم پرداخت که به شما کمک می‌کند تا جذاب‌تر شوید. این اطلاعات بر پایه روانشناسی و مثال‌های واقعی از زندگی روزمره است. از هنر گفتگوی مؤثر گرفته تا قدرت همدلی. نکاتی عملی را بررسی می‌کنیم که می‌توانید به راحتی در تعاملات اجتماعی خود به کار بگیرید. پس اگر آماده اید که رازهایی را کشف کنید که میتونن کیفیت ارتباطات شما رو تغییر بدن و شما رو برای دیگران جذاب‌تر کنند، با ما همراه باشید. درک جذابیت. جذاب بودن به این معناست که ویژگی‌هایی داشته باشید که برای طیف گسترده‌ای از افراد جذاب و دلنشین باشه، فارغ از پیشینه، باورها یا علایق اونها. جذابیت نقشی کلیدی در زندگی شخصی و حرفه‌ای ایجاد میکنه، چون باعث ایجاد اعتماد، همکاری و ارتباط بهتر با دیگران میشه. از نظر روانشناختی، جذاب بودن باعث تقویت عزت نفس میشه. استرس رو کاهش میده و حلقه مثبتی از بازخورد ایجاد میکنه که به بهبود تعاملات اجتماعی منجر میشه. همچنین جذابیت میتونه درهای فرصتهای جدیدی رو باز کنه. از پیدا کردن شغل گرفته تا برقراری ارتباطات ارزشمند و حتی پیدا کردن دوستان جدید. بنابراین درک این که چه ویژگی‌هایی باعث جذابتر شدن شما میشه میتونه زندگی شما رو غنی‌تر کنه و روابطی معنادار و حمایتگرانه برایتان فراهم کنه. قدرت همدلی. همدلی یکی از مهمترین عوامل جذابیته و به شما کمک میکنه تا دیگران را بهتر درک کنید و با آنها در سطح عمیق‌تری ارتباط برقرار کنید. وقتی بتونید به درستی احساسات دیگران را تشخیص بدید و آنها را تصدیق کنید، باعث ایجاد حس اعتماد و تعلق خاطر میشید. کارهای کوچکی مثل نگاه مستقیم به چشم، تکان دادن سر به نشانه تایید یا گفتن جملات حمایتی میتونه جذابیت شما را بسیار بالا ببره. برای مثال، وقتی دوستی از مشکلاتش صحبت میکنه، اگر به جای قضاوت با همدلی پاسخ بدین، پیوند میان شما قوی تر خواهد شد. برای تقویت همدلی سعی کنید به حرفهای دیگران با دقت گوش کنید و در گفتگوها کاملا حاضر باشید. با پرورش این حس میتونید ارتباطات عمیق‌تر و معنادارتری برقرار کنید که شما رو هم دلپذیرتر و هم قابل دسترستر نشان میدهد. اهمیت اصالت. یکی از اصول اصلی جذابیت اصالت است. یعنی شما باید در تعاملات خودتون صادق و واقعی باشید. وقتی خود واقعیتون رو نشون میدید، دیگران احساس راحتی بیشتری میکنن و بیشتر به شما اعتماد میکنن. اصالت باعث ایجاد حس امنیت در روابط میشه و اجازه میده ارتباطات شما رشد کنه. برای اینکه در تعاملاتتون واقعی باشید، از به اشتراک گذاشتن صادقانه احساسات و افکار خودتون نترسید و حتی از نشان دادن نقص‌ها یا عجیب و غریب‌های خودتون خجالت نکشید. آسیب‌پذیری گاهی اوقات میتونه یکی از بزرگترین نقاط قوت شما باشه، چون نشان میده که شما هم مثل همه انسان‌ها هستید.
با پذیرش اصالت خودتون نه تنها جذابیت بیشتری پیدا می‌کنید، بلکه روابط عمیق‌تر و پایدارتری ایجاد خواهید کرد که گذر زمان را به خوبی تحمل می‌کنند. نگرش مثبت و شوخ طبعی. داشتن نگرش مثبت در تعاملات اجتماعی میتونه به شدت جذابیت شما رو افزایش بده. وقتی شما انرژی مثبت از خودتون ساطع میکنید، دیگران هم احساس راحتی و لذت بیشتری در کنار شما خواهند داشت. شوخ طبعی هم ابزار قدرتمندیه که میتونه به شما کمک کنه تا تنش‌ها رو کاهش بدید و ارتباطات بهتر و عمیق‌تری رو ایجاد کنید. یک داستان خنده‌دار یا جوک ملایم میتونه یخ یک مکالمه رو بشکونه و فضای راحت‌تری رو ایجاد کنه. حتی نظرهای ساده‌ای مثل همه ما هم توی این ترافیک گیر افتادیم میتونه لبخند ایجاد کنه و جو رو تغییر بده. وقتی شما نگرش مثبتی دارید و میتونید دیگران رو به خنده وادار کنید، نه تنها جذابیت شما افزایش پیدا میکنه، بلکه دیگران هم از بودن در کنار شما احساس بهتری خواهند داشت. مهارت‌های ارتباطی مؤثر. ارتباط مؤثر یکی از اصول اساسی جذابیته. توانایی شما در برقراری ارتباط شفاف و با احترام میتونه باعث بشه که دیگران احساس ارزشمند بودن و درک شدن کنن. گفتگوهای جذاب اغلب با سوالات باز شروع میشن، مثل چه چیزی رو بیشتر در مورد کارت دوست داری؟ این نوع سوالات دیگران رو تشویق میکنه که افکار خودشون رو به اشتراک بگذارن و ارتباط عمیق‌تری بین شما شکل بگیره. همچنین زبان بدن و ارتباط غیر کلامی هم اهمیت زیادی داره. نگه داشتن تماس چشمی و استفاده از حرکات مناسب نشون میده که شما واقعاً علاقه‌مند به گفتگوی خود هستید. با بهبود مهارت‌های ارتباطی خودتون میتونید جذابیت بیشتری پیدا کنید و روابط قوی‌تر و پایدارتری بسازید که زندگی شخصی و حرفه‌ای شما رو بهبود ببخشه. ایجاد اعتماد و قابلیت اعتماد. اعتماد پایه و اساس جذابیته. وقتی دیگران به شما اعتماد داشته باشن، راحت‌تر با شما ارتباط برقرار میکنن و به شما نزدیک میشن. برای ایجاد اعتماد مهمه که وعده هاتون رو عملی کنید و در گفته ها و اعمالتون ثابت باشید. اگر به دوستی قول کمک دادین، حتما به قولتون وفا کنید تا نشون بدید که قابل اعتماد هستید. کارهای کوچیک مثل به موقع بودن یا ارائه حمایت در زمانهای سخت میتونه به تدریج اعتماد رو بین شما و دیگران تقویت کنه. با ساختن قابلیت اعتماد نه تنها جذابتر به نظر میرسید، بلکه پایه‌ای قوی برای روابط معنادار و پایدار میسازید. در این ویدیو ما به بررسی عناصر کلیدی جذابیت پرداختیم، از جمله قدرت همدلی، اهمیت اصالت و مهارت‌های ارتباطی مؤثر. همچنین تأثیر نگرش مثبت و شوخ طبعی را بر تعاملات اجتماعی مورد بحث قرار دادیم و بر اهمیت ایجاد اعتماد و قابلیت اعتماد تاکید کردیم. حالا که این نکات مهم رو می‌دونین، از شما دعوت می‌کنم که این اصول را در زندگی روزمره‌تون به کار بگیرید و از نتایج شگفت‌انگیز اونها بهره مند شوید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، حتما کانال ما رو دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان و آشنایانتون که ممکنه از این نکات استفاده کنن به اشتراک بگذارید. با هم میتونیم رازهای جذابیت جهانی را کشف کنیم و روابط اجتماعیمون را به سطح بالاتری ببریم.